با نام خدا. سلام دوستان، حاج محمودم از پادکست حاج محمود در کنار عمو حسین عزیز. سلام درود بچه‌ها، حسینم. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. اپیزود اول رو بالاخره شروع کردیم دیگه، کار تصویر رو آوردیم تو کار رو دیگه. حالا ان شاءالله بچه‌ها اگه بیان توی یوتیوب و اینا ما رو میتونن تصویری داشته باشن. آره، ما ازم بزرگ شما اپیزود پایلوت رو که دادیم، فیدبک هایی که از کل بچه‌ها گرفتیم، صحبت هایی که شنیدیم، ما گفتم ما دوست داریم تصویری هم باشه، برای همین ما کانال یوتیوب رو اضافه کردیم. آره، تصویرم از اپیزود 1 که الان در خدمت شما هستیم آره آوردیم و ان شاءالله که چیز قشنگی بشه. حالا گفتی ما رو اپیزود بتونید ساب کنیم ممنون میشم. حالا گفتی اپیزود پایلوت چقدر ریاکشن ها و چیزا خیلی خوب بود. فیدبک هایی که گرفتیم اصلا حرف نداشت. آره خیلی بچه‌ها تعریف کردن. اون فیدبک ها خوب بود که من واقعا انرژی گرفتم که این کار رو ادامه بدم. یعنی اول قسمت پایلوتی که داشتم ضبط می‌کردم فکر نمی‌کردم واقعا مثلا چه می‌دونم اینقدر بچه‌ها علاقه‌مند باشن و فلان و بیان مثلا بیان که قسمت بعدی رو ضبط کنین، تصویری ضبط کنین و اینا. آره خیلی بچه‌ها خودش خیلی ما رو حمایت کردن، خیلی فیدبک‌های خوبی دادن. میگم بازم ما رو بتونین اگه حمایت کنین تو تلگرام، توی اینستاگرام، توی یوتیوب، هر کدوم از اینا رو اگه بتونین ما رو حمایت کنین، ویدیوهامون رو ببینین، برای بقیه بفرستین، به دیگران معرفی کنین، ممنون میشیم. یعنی تا جایی که میتونین ما رو زمین نزنین، چون اگه ما رو زمین بزنین ما هوا میریم. نمیدونین تا کجا میریم. آره دیگه. حالا توی این اپیزود دیگه مهمونم داریم و مهمون دعوت کردیم. آره یه مهمون خوب، یه استوریش مهمون هم رفتیم عزیز. دیگه. استوریش هم رفتیم. آره در جریان هستیم که انشالله با آقای نیما رویینتن عزیز مهمون اپیزود اول برنامه ما هستن. آره خیلی حدسای مختلفی دارید، دو سه تا حدس بود. آره چیزایی که به من میگفتن، مثلا میگفتن آقای مهماندوست شاید آقای علی مهماندوست از پلیرهای مافیا شاید مهمون ما باشه، یا آقای آروین شیدایی، ولی خب ما منظورمون آقای نیما رویینتن عزیز بود. آره نیما رو دعوت کردیم و اینها. حالا باز با نیما بیشتر صحبت می‌کنیم در مورد مافیا. بله بله. خب موضوعی که حالا میخوام توی قسمت بخش اول صحبت کنیم در مورد این ریالیتی شوهایی که دارن میسازن به صورت سرگرمی اینا. حالا مثلا شب‌های مافیا، نمیدونم پدرخوانده، ارتش سری. آره ارتش سری و اینا. زید مثل که تازه اومده، یه 2 هفته‌ای است اومده. فکر کنم مجید واشقانی مجریشون باشن. آره گرداننده‌شون. آره زدو دیدید حالا؟ من زدو نه ندیدمش. یه 10 نفر است فکر می‌کنم سناریوش. آره گردانندش آقای مجید واشقانی، اینا چشماشونو میبندن. آره بعد معرفی میکنه آقای واشقانی، مثلا میگه که اینجوری یکی یکی معرفی میکنه، یه سری صحبت میکنن، میگن از کجا اومدن. بعد رای گیری میکنن برای هر نفر که مثلا احساس میکنن که مثلا مافیای بازیه، براش رای گیری میکنن، میتونه چشمندشو مثلا بر نداره. آره بعد میچرخه، بعد مثلا حالا بستگی به تعداد رای داره، مثلا 2 نفر، 1 نفر، 3 نفر چشمندشون بر نمیدارن. بعد که اونای دیگه چشمندشون بر میدارن میتونن یک دونه از اونا بلند شه برای بقیه رای گیری کنه که مثلا یکی یکی چشمندشون بردارن. جالب بود به نظر من. یعنی کلا سناریوشون به نظر جذاب هست یا نه؟ آره اصلا کلا مافیا سناریو مختلفی میشه بازی. اصلا کلا بازی‌های فکری و بازی‌های جمعی خب یه جوریه که چون تعداد آدما میره بالا، به نظر من هر چی سناریوهای مثلا مختلف بازی کنی هیچ وقت خسته نمیشی. آره اون که هستش، ولی خب مثلا من یه ایرادی که میتونستم بگیرم این بود که احساس میکردم که توی خود شب‌های مافیا، خب شب‌های مافیا خیلی خوب بود، خیلی مثلا به قول معروف تونست خیلی مخاطبا رو جذب کنه. خیلی ها تونست شب‌های مافیا نون شجاعتشو می‌خوره. آره خیلی ها تونست بکشونه بیاد سمت کافه‌ها که مافیا بازی کنن. خیلی خوب بود از این لحاظ. خب ولی بعضی جا من احساس می‌کردم که اینا پلیر کم میارن. مثلا خب مثلا دیدی مثلا چند تا پلیر انگار از تو کوچه دعوت کنی فقط بیان اونجا طرف نکس بده. آره. مثلا اون خواننده سالار عقیلی مثلا، خب سالار عقیلی اصلا به تیپ و قیافش مثلا اون خواننده‌ای تو اصلا بهت نمیخوره به مافیا بازی کنه و بنده خدا مثلا میومد نکست هم میداد. خب این چیز خاصی نمیگفت. آره تو بازی شرکت نمیکرد. آره ایده‌ای که من کلا داشتم مثلا اگه به نظر من اینجوری میشد، به نظر من اگه با تیم صدا سیما با شبکه سلامت اگه همکاری میکردن، مثلا یه سری از پلیرهای
معروفه مثلا معروف دون کلاب و اینا رو با هم دیگه میکس میکردن، بعضا بازیاشون خیلی جذاب‌تر میشد. اونجوری هم میشد. بازیاشون جذاب‌تر میشد. بعد باز دوباره مثلا یه سری بحثای دیگه، بحثای حاشیه و ایناش بود که میگفتن نمیدونم چی میگم بهش، لابی میکنن و نمیدونم. لابی فکر میکنم اکثر جا باشه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. هر جا مافیا هست گلون لابی هم مافیا هست، لابی هم هست. مثلا دو تا رفیق میرن با هم بازی میکنن مثلا توی کافه تو دون کلاب مثلا تهران، اینا مثلا نقش که میگیرن به هم میگن مثلا، چون مثلا دیدم نه تنها مثلا تو شهرستان خودمون، برای که همه جا همچین چیزی هست. تو همون شب‌های مافیا، ارتش سری، اینا احتمال بالا به نظر من میاد، چون خودشون هم صداشون در میاد. مثلا حامد آهنگی رو اگه دیده باشی، مثلا یک ویدیو که ازش اومد بیرون میگفت که مثلا لابی میشه، فلان میشه، اینا مثلا ما کات که میخوریم یه عده میرن سرویس بهداشتی، اینجوری میشه، بهشون الهام میشه. با الهام که نمیشه که دیگه. نمیدونم، من عجیب غریب بود دیگه. حالا مثلا علی صبوری باز کلی اومد استوری بود. من علی صبوری خیلی چیز بود واقعا، خیلی دلم باهاش سوخت خدا، چون خودش کار به قول معروف یه اینستاگرامر و اینا. بعد البته تو کار سیما و اینا هم کار کردن، کار چیزام کار کرده، ولی خب خیلی انگار اونجا تک افتاده بود. بعد چندین نفر می اومدن بهش گیر میدادن و فلان کردن و پوشش کردن، مثلا خیلی بد باش برخورد کردن اینا. چیزی که تو ویدیو نشون دادن مثلا علی صبوری رو یکم همچین مثلا انگار از خودشون نمیدونستن. یعنی همچین حسی، مثلا کسی که ویدیو رو نگاه کنه همچین حسی داره. علی صبوری رو از خودشون نمیدونستن. خب نباید هم بدون علی صبوری از اون نیست که ولی خب در کل جالبه دیگه. به نظر من باید ادامه بدم، ولی خب خیلی سناریوشون مثلا به نظر من چیزای مثلا چه جینگل فینگل نبود بهش حساب بکنم، مثل ارتش سری و اینا. من خیلی جالب برام نبود. من یکی دو اپیزودشون نگاه کردم، جالب نبود. نه تهش همون مثلا چی میگم بهش، شب‌های مافیا یا پدرخوانده و اینا به نظر من جالب بود. پدرخوانده‌اش خیلی خوب بود خدا. ارتش سریشو مثلا آدمی که بیکار باشه ارتش سری رو نگاه می‌کنه، مثلا از رو مجبوری مثلا یه سناریو میخواد نگاه کنه. وگرنه به نظر من مثلا بازیایی که تو شبکه سلامت یا شبکه مثلا نسیم پخش میشه برای مافیا دون کلاب و اینا، اوناش مثلا اگه بخوای وقت بذاری اونا رو نگاه می‌کنه. به نظر من جای یک برنامه خیلی خوب و چیز تو یوتیوب کمه. تو یوتیوب باید یه تو یوتیوب بودن بچه‌ها. اونا که بودن، ولی خب نگرفت کارشون، یعنی مثلا معروف نشدن، همه گیر نشدن. میدونی مثلا جای یک مثلا اینکه هم تو اونجا مثلا هم بازیگرا رو دعوت کنن، هم پلیرهای معروف رو دعوت کنن، یعنی همه کنار هم باشه، یه چیز حرفه‌ای باشه. یه چیز جذاب به نظر من کمه تو این چیز. حالا ان شاءالله ما داریم جا میندازیم، یک تیم هم جمع کردیم، تیم چیکار می‌کنه. حالا باز با مهمون اون اگه بیاد باز بیشتر در این مورد یه مهمونی داریم که چند سال داره برای مافیا زحمت میکشه. خودش برنده، هم تو شیوا هم تو خراسان شمالی، حتی تو مشهد هم میشناسنش، یعنی انقدر برش داره. حالا ان شاءالله بیاد باهاش بیشتر صحبت میکنیم، کلی سوال داریم ازش. میخوایم باهاش صحبت کنیم ان شاءالله که ببینیم چی میشه. بریم بریم بریک. خب دوستان، همونجور که گفته بودیم ما مهمون داریم تو این قسمت. اپیزود اولمون آقای نیما رویینتن هستن. دعوت کردیم از ایشون که اشاره در خدمت ما باشن. یه چند دقیقه باشون گپ میزنیم و صحبت میکنیم تا ببینیم چی میشه. آقای نیما رویینتن، اگه حرفی، حدیثی، معرفی. به نام خدا. سلام، من نیما هم. خواستم اول تشکر کنم از شما که من دعوت کردیم به عنوان مهمون اول. واسه افتخار بودنم اینجا کنار شما دوست عزیز. مورد دوم این که امیدوارم پادکست دوست داشتنی بشه، اون کسی که داره میبینه یا میشنوه لذت ببره، چیزی برداشت داشته باشه از این داستانی که ستایی نشستیم. و یه چیزم جدیداً چیز کردم که خدا منو خیلی دوست داره. بعد امیدوارم پام اومد داشته باشه برنامه‌تون بهتر کنه داستانو. فداتم ان شاءالله. خدا از زحمت بشنوه. جان خدمت شما که کلا یه سوال داشتم، چجوری مافیا چی شد که رفتی مافیا و کلا شروعش چجوری بوده؟ مافیا چجوری شروع کرد؟ چند ساله؟ والا همون من تقریبا 3 سال و نیمه فکر کنم. 3 سال و نیمه. همونجوری که شما هم تو اپیزود قبلی گفتین، از همون بحبوحه کرونا و اینا دیگه یه رفیق دارم آقای کوروش خادم. ما با این شما میرفتیم کافه دیدار
اینجا میشستیم حالا یه قهوه یک گپ و گفتی برای شب نشینی و این داستانا. یه سری از دوستان اونجا مافیا بازی می‌کردن، بعد تعدادشون کم بود، از ما دعوت کردن که بهشون ملحق بشیم برای بازی کردن این داستانا. این دعوت کردن از شما؟ تقریبا حالا دعوت اون چجوری مثلا شما رو آشناش مثلا از کجا میشناختن؟ خیلی فرندلی دیگه، مثلا اونا رو میز بودن ما میز کنار. بعد گفتن ما می‌خوایم مافیا بازی کنیم، میای. من اول برام چیز جدی نبود، حتی مثلا تو مافیا در نگاه اول که بهش نگاه می‌کنی چیز جذابی به نظر نمیرسه، به نظر یکم چون گفتگو محوره خیلی مثل فوتبال و بسکتبال و این داستانا نیست، یه توپ تو دروازه و تماشاگر و این داستان. تماشاگر پسندتر نیست، یعنی خودت تو جریان قرار بگیری بهتر. دقیقاً. مثلا من بعد از تقریبا 4 شب که متوالی بازی کردم دیدم این دقیقاً همون ورزشی که دوست دارم حرفه‌ای بشم توش، چون گفتگو محور کلاً خیلی خفنه از همه چی برای من. قطعاً حرفه‌ای هم هست. انسانی. آره قربون تو برم. من بعد قبلا از سوالی که داشتم که قبلا جای دیده بودی یا نه؟ مثلا همینجوری یه دفعه پیشنهاد دادم؟ قبلا ندیده بودم دیگه. بحث شب نشینی و دعوت ما هم پس نزدیم، خدا رو شکر پس نزدم، چون از بعد مافیا کلا رفتم توی هیته دیگه یا نظر زندگی و بودیم مغزی و این داستانا، چون همون دیگه شعارشه بازی خوب گوش دادن، خوب شنیدن، خوب حرف زدن، خوب نگاه کردن، این تقویت هر چیز خوبه در تو. برای همین خیلی خوشحالم که دعوتشون نگفتم اون شب. چقدر رو زندگی تاثیر گذاشته این چیزی که تو میگی همینه دیگه. آره یعنی انگار علاوه بر این که بازی رو به طور حرفه‌ای ادامه دادی، رو زندگی خودت هم تاثیر گذاشته که میگی از نظر فکری و ذهنی من ذهنم بازتر شده نسبت به ذهن. آره چقدر تاثیر گذاشته؟ حالا چجوری بهش نگاه می‌کنی؟ چیز بشه مثلا اغراق باشه یه نم از نگاه شنونده، ولی خب من خودمو مدیون میدونم به مافیا، چون کلا تغییر کردم. یعنی من یه زندگی قبل مافیا داشتم، یه زندگی بعد مافیا داشتم. 3 سالم از فعالیت من مدت زمان زیادی نیست، ولی خب تو این 3 سال و دوستانی که منو قبل این 3 سال میشناختن میدونن چقدر تغییر کردم وقتی منو میبینن تازه. این مافیا به نظر من روی همه چیز میذاره، تغییر ایجاد میکنه. خب مثلا من خودم آدم درونگرایی بودم، خیلی مثلا توی جمع حتی مثلا صحبت کردم اینا برام سخت بود، چه حالا از لحاظ کاری مثلا فرض کن جلسه کاری من میرفتم خیلی برام مثلا گفتگو کردم با مدیرای جای خیلی سخت بود. خب ولی بعد مافیا همه اینا خیلی تقویت شد و اینا. فکر می‌کنم برای همه این یکی از چیزاش هستی. شما واسه افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس با هم دیگه میشه. حالا بسته مدت زمانی که بازی می‌کنی و خودت چند تا داری مهمه. آره که حالا ظرفیت مغزی یه خب نیاز به بازی زمان زیادتری داره تا اونی که مثلا شاید 1 ماه بازی میکنه، اما سری سعودیش یه جوریه که اونی که 2 سال بازی میکنه رو میفته کوچه بغل از نظر صحبت و دیالوگ. آره من سوالا رو بردارم از چند سوال جنجالی ازت بپرسم. از الان شروع شد؟ نه سوال اصلا درد نداره. آره درد نداره. بفرمایید. کلا منظرت ارتباط، حالا مثلا صحبت کردیم در مورد این چیزا، خب ارتباط مافیا با زندگی چیه؟ مثلا چه ارتباطی میتونی بینشون؟ والا من اول یعنی یکی از شعارهای بازی می بود که میگفتم مافیا یعنی زندگی. بعد از اینکه 2-3 سال دارم مداوم هر شب 3-4 ساعت بازی میکنم به این درک رسیدم، حالا شخصی دارم چون شاید درست نیست نسبی همه چی، که مافیا تشیه بازیه، این زندگی نیست. برای همین میشه تفکیک کرد از هم دیگه. بعضیا خیلی جدی گرفتن مافیا رو. درسته. مثلا باعث میشن که دل بشکنن، نمیدونم نگاه صحبت چکشی، نگاه از بالا به پایین یا خیلی چیزای دیگه که هست و هممون دیدیم. مهم نیست طرف کجای ایران بازی میکنه، چه تو تهران چه تو شیراز، یعنی اصلا بس فرهنگی نیست، شخصیتیه بیشتر. آره اون که درسته. نه من بیشتر منظورم اینه که چه شباهتایی داره بین مثلا بین زندگی و مافیا. خب این مثلا شباهتایی که داره. من برای خودم مثلا میدونم مثلا بعضی چیزا بوده که مثلا مصداقش توی زندگیم اتفاق افتاده. میخوام ببینم دیدگاه تو چه مثلا یکی که مثلا من میخوام یه مثالی بزنم، مثلا تو داخل یه دونه دک 10 نفره داری مافیا رو بازی میکنی با یه عده. خب یکی مافیاست داره به تو دروغ میگه، تو جامعه هم که میری یکی داره مثلا به دروغ میگه. این دوتا چه شباهتی دارن؟
این دوتا چه تفاوتی دارن؟ این دوتا که از دید من شباهتی با هم دیگه ندارن خب، ولی دید من نسبت به این دوتا شباهت داره. یعنی من همونجوری تو بازی سعی میکنم کنسه یا همون فریب نخورم و خوب و از بد و درست از خودم تشخیص بدم، تو جامعه هم قطعا این تاثیر میذاره برای من دیگه. مثلا من شاید قبلی میرفتم فلان جا یه حرکتی میزدم یا یه صحبتی میکردم برای مشورت، حتی طرف میومد یه حرفی میزد، کلا آدم زود باوری بودم از دوران طفولیت کودکی. بعد مافیا به من اینو یه تلنگر زد، چون هر بار دیدم یکی داره من فریب میده، یکی داره به قول معروف کنسه میده، داره شهروند با دست من بیرون میندازه و هی تکرار یاد گرفتم که فریب نخورم. این برمیگره تو زندگی، از تو زندگی ازش وام گرفتم، استفاده کردم. هر روز که دارم با آدما صحبت میکنم، جدا از این که حالا آدمایی دور منن همه خدا رو شکر آدمای مثبتی ان، یعنی اینجوری نیست که کسی بخواد فریبت بده و این داستانا، چون یاد میگیرم، یعنی تو مافیا یاد میگیرم تفکیک کنم آدما رو، اصلا دیگه آدما رو انتخاب میکنم که به در زندگی من میخورن و باشون تعامل بهتری دارم. به قول معروف میتونیم اجماعی درستی بگیریم وقتی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم راجع به یک موضوع یا یک فرد. تا آدمای متغیر نه، اینا این بسته به طیف آدما، هر آدمی میتونه یه عده رو بیاره تو گروه خودش از مافیا. یعنی کسایی که منظور بهت نزدیکترن رو منظور آره انتخاب میکنین دیگه. آره میدونی که با کدوم میتونی شب نشینی خوبی داشته باشه یا هم نشینی یا هم صحبتی خوبی داشته باشه، کی برای مشورت خوبه. دقیقاً رفیق رو تو پیدا میکنی، خوب و از بد، دوست و از نمیدونم نارفیق. خیلی واقعا یعنی تاثیرگذاره. باز میگم مثلا طرف پلیر تازه که میاد کنار من مثلا صحبت میکنه، من دو از اینکه سنشو ازش میپرسم، رشته تحصیلیشو، این داستانا رو، بعد بهش میگم که کارت چیه، میگه فلانه. بعد سعی میکنم با توجه به کاری که اون هیته کاری که اون داره بهش یک برنامه بازی بدم، بگم اینجوری میتونی تقویت کنی، تو اون مسیر هدایت کنی. مافیا خیلی گسترده است، یعنی شما از هر جنبه‌ای که نگاه کنی یه چیزی برای یادگیری داره، از هر سمت بهش نگاه کنی. آره واقعا بود. آره مافیا واقعا خیلی از موقعی که اومده تو ایران فکر می‌کنم خیلی‌ها رو درگیر کرد. از همه قش شما ببینی اون مثلا تو یوتیوب هست، نمیدونم بازیگرا هستن، خیلی مردم عادی تو شهرهای مختلف خیلی درگیر کرده. آره تو نظر خودت چیه؟ یعنی زندگی در مورد مافیا؟ آره والا به نظر من مافیا اعتماد به نفسی که با آدم میده به نظر من ارزشش خیلی زیاد. یعنی اعتماد به نفس آدم وقتی بالا باشه هر کار دیگه رو میتونه انجام بده. خب اعتماد به نفس یعنی فکر می‌کنم شاخصه اصلی یک فرد بعد سلامتی میتونه باشه. یعنی تو اگه سلامت باشی، اعتماد به نفست بالا باشه، هیچ چیز دیگه هم نداشته باشی، میتونی خیلی چیزا رو به دست بیاری. تو مافیا بهت اعتماد به نفس خیلی میده. به نظر من خودم مثلا چیزی که توی مافیا فهمیدم این بود که مثلا خیلی از چیزا، یعنی خیلی از پلیرایی که توی مافیا مثلا میبینی و اینا، خب خیلی از کارهایی که توی بازی میکنن به نظرم توی زندگی واقعیشون هم شبیه همونن. آره مثلا آره تو مثلا تو میگی من زود کنسم زود گول میخوردم، واقعا تو زندگی واقعی هم همینجوری بودی. خب یا مثلا من به نظر من خیلی این چیز جالبه و اینکه میتونی خب وقتی همچین چیزی روش تاثیر داره بالعکسش هم هستی. یعنی تو یه چیزی تو مافیا یاد بگیری میتونی تو زندگی استفاده کنی. آره تو زندگی واقعا استفاده کنی و آره جالب. حالا بریم یه بریک بگیریم، بعد بریم سراغ بحث‌های فرهنگی و اینا. خب بریم وارد بحث فرهنگی و این داستانا بشیم. آیا رو این تم به نظرت کلا بحث مثلا بر مافیا چقدر فرهنگ سازی شده توی شیروان؟ نه چقدر جا افتاده؟ مثلا خانواده ها اوکی هم اوکی نیستن چجوریه؟ من یه ادامه‌ش هم بگم و هنوزم جا داره که بیشتر جا بیفته یا نه؟ آره هنوز شاید مثلا از 100 بخوام بگم 30% از پتانسیل شیروان خارج شده. میام مردم آگاهی پیدا کردن که کافه مافیایی هست، مافیا ایران میشه، میتونم بیام بازی بکنم، میتونم گفتگو کنم. حالا وقتی ما که مثلا دست اندر کار این کاریم، مثلا این برنامه مثلا میتونه معرفی نامه خوبی باشه برای داستان ما. از این دست از کارات حالا نشده، یا حتی تبلیغات مدیا، اصلا مدیا خیلی تقویت نشده هیچ وقت تو مافیای خراسان شمالی مثلا شیروان. آره لازم 30% نهایتا 30%، یعنی اونور 70% مخاطب هست که دست نخورده است. درست. اما من یکی از سوالای چیزام اگه بخوام بپرسم، سوالایی که داشتم که مثلا فرض کن الان تو چیز بودی، توی شورای شهر بودی، شورای شهر شیروان بودی، خب
کاندیدا شدی و رأی هم آوردی و رفتی تو شورای شهر. نفر دوم نفر اول فکر نکنی شد. اول اون میماندیسته. فرض کن رأی آوردی و اینا، مثلا شیروان به نظر چی کم داره؟ چی کار میکرده برای شیروان امیدوارم این برنامه به گوششون برسه، چون یک محفل مثل مافیا که خانواده اون فرزند گلشونه که تحویل ما میده، حالا تو هر سنی مهم نیست، مثلا از 8 به بالا رو ما میتونیم پلیر تربیت کنیم، ازش پلیر در بیاریم. اینو به ما میده، خیالش راحته، مثلا قلیون سیگار یا نمیدونم هر دراگ دیگه چیزی غیر طبیعیه یا هر برخورده که مؤدبانه نیست، جلوی اینا همه رو ما میگیریم. مثلا اونجوری نیست. واسه صحبت این که مثلا به نظر من جلوی مثلا میدونیم مثلا بعضی وقتا نبود تفریح، نبود مثلا سرگرمی، اینترتینمنت، مثلا جوونا میرن سراغ یه دراگی، سراغ موادی، یه چیزی. به نظر من مثلا مافیا خیلی میتونه این وقت رو آره منم مجموعاً حرفم همین بود که شما مثلا حالا شهر دارید که نه، ولی با اداره وضع جوونا ما یه صحبتی که داشتیم تو مفهوم توزیع بهشون گفتم شما چه کاری رو میتونید تو شیروان داشته باشی که قراره 10 تا صندلی بذارید تو جایگاه مختلف، 10 تا فرد با یه هزینه تقریبا بین 10 تا 15 یا 20,000 تومان ورودی هر سانس بازیه. اینو کجای شیروان میتونی همچین چیزی داشته باشی؟ حالا بحثشون چیه؟ بحثشون هم اینه که گفتگو محور با هم دیگه قراره صحبت بکنن، یعنی قرار نیست یقه‌گیری بشه، دعوایی بشه، ناسزاگویی بشه، بی‌حرمتی بشه. اون وسط نه خبری از قلیون است، نه خبری از سیگار است، حین بازی. و کلا جامعه مافیا خودشو جامعه خیلی سالمیه، اینو تو کل ایران این داستان هست. مثلا ما خودمون قشری که داریم، حالا دکتر چند تایی تو پلرای شیروان هستن که داریم مطرح شیروان، معلم که اصلا تعدادشون خیلی بالاست، از 50 نفر شاید 20 نفر معلمن، مدیر و کارمند بانک، نمیدونم قشری که داره مافیا بازی میکنه قشر کارآمد جامعه است، با سواد جامعه است. مهندسا میان 2 ماه 3 ماه بازی میکنن، برداشتو میبرن تو کارهای دیگه. مهندسو نمیگه. شما از اینایی که اومدین استفاده شخصیتون کردین دارین میرین. آره آقای داوری مثلا، مهندس داوری 4 ماه بازی کرد، بهش گفتم چرا دیگه بازی نمی‌کنی؟ گفتم برداشتمو کردم دیگه. آره آره عرض کنم به خدمت شما که کلا اهل به نظرت مثلا از اینایی هستی که مثلا ارق وطن داشته باشن و اینا، یا نه مثلا ارق وطن در مورد مافیا؟ نه در مورد شهر دارم. شیروان؟ آره قطعا آره. اگه مثلا حالا فرض کنید یه سوالی ازت بپرسم که مثلا الان شیروان باشی بهت 100 میلیارد میدن، خب تهران اگه باشی 10 میلیارد بهت میدن، اگه هم باشی بری مثلا چه میدونم پاریس مثلا 1 میلیارد میدن، کدوم انتخاب میکنی؟ خب من که آرزوم اینه که از زیر برج ایفل رد شم یه روزی. قطعا پاریس انتخاب میکنم. نه برای زندگی کلا دیگه نمیتونی برگردی. عیب نداره. ارق خیلی دارم خب، ولی خب یه جایی بهتره ارقو کم کرد، یکم به مفهوم زندگی فکر کرد. فقط این از زیر پاریس زیر برج ایفل رد چی مثلا یه رویایی داره. رویای من اینه که از زیر برج ایفل رد شم با ماشینم. خب سفر 100 میلیارد بهت میدن میری سفر میکنی باش دیگه. من تا آخری که تو شیروان زندانی دیگه نکردم، پاوند نهستم بهت. نمیدونم میرم احتمالاً. من خودم چون اصلا کلا یعنی پول ترجیحت نیست. پول که ترجیحم نیست، آخه فرهنگش خیلی فرق میکنه، اصلا این بس فرهنگی اصلا جدا از همه چی. شیروان که حالا تهران هم در مقابل اونا که داشت زمین تا آسمون. آره منطقی تو ما مافیا پلیریم، نمیخوام فانتزی بگم که مثلا من تو شیروان میمونم و نه اصلا فلان اینا. من ولی منطقاً میرم. من ولی خیلی چیزام میدونم مثلا داریم تو شیروان. آره ایده مثلا جوری که کلا تو ذهنم هست، دوست دارم اونجایی که مثلا هستم و باشم اونجا بسازم، مثلا بهترش کنم. آره دیگه. پس شما برو فرانسه، شما هم که شیروانی، منم ان شاءالله تهران میبینم. تهران هم خوبه. آره بعد دیگه واسه من میخوام یه سوال ازت بپرسم. خب جان، توی مافیا 3 سال بودی، درسته؟ بهترین خاطره‌ای که داشتی و بدترین خاطره‌ای که داشتی برامون بگو. بهترین خاطره‌ای که زیاده، خیلی زیاده. چیزی که خیلی حال میده آشنایی با رفیقای گلی مثل شما و خیلی از دوستان بوده، یعنی هر روزش یه خاطره است. این شعار نیست، جدی دارم میگم.
چون من شاید بهترین رفیقامو تو مافیا پیدا کردم. آدمایی که قبل مافیا میشناختم خیلیشون ازشون خبر ندارم متاسفانه، هم بر بی‌معرفتی هم نیست، هم بر اینی که الان تعداد رفیقام انقدر گسترش پیدا کرده که اصلا نمیرسم به خیلیشون سر بزنم و صحبت بکنم. بهترین اتفاق همین رفیقا و رفقام. بدترین اتفاقم این سفری که من داشتم تو این 2-3 سال، این تنها موندنه الانه. حتی من میونی کلامت بگم که درست جواب ندادی. خاطره درست حسابی تعریف کنی که بخندیم حال کنیم و رفیق پیدا کردم و اینا که دیگه دادش این که خیلی ساده است. مثلا چیز باحال تعریف کنی که تا حال جای تعریف نکردی. خب من باید مثلا باید سناریوهای بازی بگم از گافایی که بچه‌ها توی بازی دادن بگم که خب اینجوری باید اسم بگم، بعد اسم بگم متاسفانه شاید دوست نداشته باشن. دیگه ما گفتیم ما تو اپیزود پایلوت انقدر دیگه محمود فکر می‌کنم 20 بار تاکید کرد، گفت یه بابا پادکست فان ناراحت نشین دست ما. مثلا خاطر زیاده یه دونه‌اش تو اینستاگراممون گذاشتیم که یه بنده خدایی رو بهش فلفل دادم، فلفل خورد. حالا بعدش 2 نفر دیگه هم فلفل دادم، آقای نیما غلامی عزیزم. ما یه داستان بطری بازی داشتیم، حالا فلفلی که بهشون دادم خیلی فلفل بود. اصلا اصالت خریدم از سوپرمارکت، خیلی قوی ریختم توی لیوان. بعد میدونستم هم کار من از کار اون بهتره تو بطری انداختن. بهش گفتم میای بازی کنیم، گفت آره بسم الله منم هستم با تو. اینا انداختیم، ایشون خورد. شبش هم دیگه نیومد دیگه مافیا. فکر یه هفته نیومد چیزی که کلا بهش داد. یه لیوان فلفل بهش دادم دیگه. آره شرط اینجوری بود. آره شرط طور بود. آره آره تو سوالا که پیچوندی ولی خب ما هم فهمیدیم ولی خب مشکل نداره دیگه چیکار کنیم، زیادت گیر نمیدونیم. مهمون اولی بالاخره آره آزمون خطاست دیگه، سخت نگیرید. آره سوال بعدی که میخوام بپرسم در مورد پلیراست. خب 6 تا پلیر بود میگم دیگه بگو کدوم بهتر، باز نپیچونی بگی نه اینا همه خوبن فلان اینجوری. حالا بگی کدوم بهتر. آره یکی آرمین شیداییه، 2 محمد شعبانی، 3 علی مهمان دوست، 4 علی مقدسی، 5 محمود بیچرانلو، 6 هم یزدان کیوان. اینا رو به ترتیب خودتون دوست دارین قرار دادین؟ نه اول محمد شعبانی. عجبا چند دو زرنگی به ترتیب خودتون دوست دارین؟ اول محمد شعبانی، چون گفتم یادآوری اومد تو ذهنتون شاید به ترتیب دوست دارین نوشته. نه اول که محمد شعبانیه، عددش هم که خب خیلی زیاده. من یه آمار مثلا از 100 پلیر بخوام تو شیروان بگم، حدودش 70-75 نفرشون حداقل من یه تاچ یه لمس کردم تو بازیشون. خب این تنها کسیه که از کرج اومد بدون اینکه مثلا ما ازش مثلا بهش کمکی بکنیم یا تاثیر بگیره از ما، خودش داشت همین چیزو. به نظرم تو خراسان شمالی نمبر 1 بود محمد و هست. در یه مدتی که رفته تهران به عشق مافیا، ولی خب که نمبر 1. نفر دوم تو اینا قدمتی هم بخوام بگم یا مثلا مغزی بخوام بگم، آرمین شیدایی. مغزش خوراک مافیاست، خوراک تزهای مافیاست، خوراک ایده پرداز، سناریو، اول گرداننده تخصصی مافیا تو خراسان شمالی بود. بازی 30-40 نفره رو هندل می‌کرد. مغزش خیلی قویه برای مافیا، مخصوصا تو ساید مافیا. حالا تو دست شهروندی مافیاش خیلی دوست دارم. نفر بعدی تو اینا آقای مهمان دوست که دیگه یکی از بزرگان مافیا خراسان شمالیه. صدا سیما رفته کلی افتخار آفرینی کرده تو این هیته برای ما و باعث شده که مطرح بشه مافیا. آره رتبه داره، مقام داره، تو فینالا رو اکثرا میره آقای مهمان دوست. سال شهروندی شده خب باز بیشتر دوست دارم. محمد شهروندی تنها کسی بود که هم شهروندی مافیاشو دوست داشتم. درسته. بعد محمود بیچرانلو که داداش کوچیکمه دیگه تو مافیا، خیلی دوستش دارم. از اون پلیراست که اگه مافیا بشم دوست ندارم شهروند باشه، چون بعضیا فکتی ان میشه کنسشون داد، این هم فکتی هم شهودیه، یعنی خدا نکنه که بگیرته دیگه ولت نمیکنه. درسته. دیگه کی بود؟ دیگه یزدان کیوان و علی مقدسی. علی مقدسی. یزدان کیوان بازیش خیلی دوست دارم، یعنی به نظرم از بچه‌های خیلی باش بازی ساید فامیلی. چرا یه 10 تا بازی هم کفایته، نیاز به 100 تا بازی نیست. فکتو خیلی خوب متوجه میشه و فکتایی که جاری میکنه فکتای لایه مثلا 3 4 5 فکت لایه 1 نیست. آقای مقدسی هم یکم سطحش متفاوته با بقیه بچه‌ها، توی یه هیته دیگه‌ای بعد اونو بذارم، چون خیلی شهودی و فکت محور نیست اما تشخیصش
100/100 یعنی بالاخره داستانش چیه علی مقدسی رو شما دعوت کنید خودتون ازش سوال کنید. من این تحقیقات زیادی حول محور این شخصیت من انجام دادم و به هیچ جهتی رفتم بن‌بست بود، نفهمیدم داره چیکار میکنه. ولی امیدوارم که مافیا خداحافظی کنه. آره خیلی خفنه آجی. من میگم باید از مافیا بکشیمش بیرون بیاریمش اصلا به کل دنیا معرفی کنیم. اصلا یه چیز عجیبه. آخه الان ما میبینیم مقدسی خیلی‌ها نمیدونن چیه چیکار میکنه و اینا. آره واقعا نمیدونم. مقدسی در این حد مثلا براتون بگم که توی تورنمنت دون کلاب خب یکی از توی دون کلاب مشهد یه تورنمنتی بود، یکی از پلیرها رو شب یک بدون هیچ چیزی یه دفعه پزشک ناتویی کرد. بعد همه داورا و اینا همه گفتن بابا این لابی کرده، این فلان کرده، اینجوری. بعد اون بنده خدایی خودش ناتویی شده بود اومد بیرون بهش گفت که این مدلش اینجوریه، این یه دفعه ناتویی میکنه. یا یه سری خود محمودو یادت آره. با نقش تفنگدار، خب تفنگداری که هنوز گاناشو نداده شب یک ناتویش کرد. ببین من حالا یه اپیزود بعد مختصر علی صحبت کنیم، این قرار صحبت کنیم. آزمایشات من روش متعددی انجام دادم، خیلی هاشون میدونه خیلی هاشون شاید ندونه. مثلا توی یه اتاق انداختمش تو چهاردجیم کسی نبوده، یعنی یه گرداننده بوده با 10 تا پله. این شب یک اومده بیرون از بازی، یا شات شده یا پوش شده خاطرم نیست، اما 3 تا مافیا رو کاغذ نوشته بود، امضا زده بود، اومده بود بیرون. قدرت تشخیص 100/100 اصلا. ولی گفتی شیشمیه دیگه. شیشمی از آخر اوله. آقای مقدسی حواست باشه. اگه نگاه میکنه گفت شیشمی. آقای مقدسی بعد حالا شخصیتی درجه 1 خودش. علی علی به نظرم آقاست. آره در شخصیت آقاست. آره عرض کنم به خدمت شما که به نظرت توی از یه اون مکان قدیم 14 جیم جنت 14 آره از اونجا برمان یکم کلا توضیح بده چی اصلا بگو این 14 جیم از کجا اومد؟ آره 14 جیم که اتاق فکر اون موقع من 3 تا برند عوض کردم، 3 تا تیم عوض کردم، دیدار مافیا بازی و 14 جیم که 14 جیم آخرین برند بود که آقای مازیار باقری لطف کردن اومدن دست و بال ما رو گرفتن، حمایت مالی کردن و یه مکانی رو به ما دادن که ما بتونیم اونجا مافیا ران کنیم و مافیا اجرا کنیم. بعد اون روزا تو اتاق فکری که داشتیم گفت چون حاشیه خیابون جنت 14 است یه اسمشو بذاریم 14 جیم، صرفا به خاطر منطقه و مکان این اسم انتخاب شده. خدا رو شکر ولی خب جا افتاد، یعنی یه جوری بود که گفتیم جیم هم یعنی باشگاه ورزشی خیلی فکرا میشه در اون. آره هم جیم جنت 14 هم کلا مثلا خود 14 برند میشه بعد تا جیم اگه نشه و خیلی چیزای دیگه که الان شما هم لطف کردین در ادامهش رادیو 14 رو رادیو 14 کردین. آره یه اقتباسی انجام دادین و آوردین توی نیته، دمتون هم گرم واقعا که حداقل این داستان زنده میمونه. یعنی خیلی خوشحالم از این بابت. ان شاء الله ادامه دار باشه. نه بیشتر من منظور مکان 14 مکان 14 جیم جان از اون مکان بیشتر مکان 14 جیم که یه خونه بود. حالا خونه هم که نبود به نظر، از خونه یکم چیزتر بود. آره گنگتر بود. دفعه اولی که اومدم اونجا اصلا خیلی عجیب بود. دفعه اول اومدم به من یعنی چیزی که ما گفته بودن یه باشگاه دیگه هست اونجا مثلا چیز میکنه، باشگاه فکری و اینا میرن اونجا مثلا بازی را میکنن و اینجوری. آره ما رو اد کردن. آره ما رو اد کرده بودن، گفته بودن برید اونجا مثلا خیلی خفنن فلان اینجوری. خفن بودیم خودش. بعد نه خب اومدم در رو که نگاه میکنیم بعد اصلا آدم میتونه دیگه دو سه قدم اومدم داخل دیدم میدونی اونجا فضا خیلی خانوادگی شد. یعنی بچه‌ها که ثابت بودن اونجا بچه‌ای بودن که همدیگه رو خیلی مثلا میشناختن و اینا. آره یکم جمع مثلا اینجوری غریبه نمیتونست بیاد با ما بازی کنه چون آپارتمانم بود. منظور خانوادگی منظور خانواده 14 جیم. آره 14 نه بس خانوادگی مثلا خانواده که اونجا عمرا میتونست خانواده که اصلا نمیتونست. چرا خانواده هم میومد تو اتاق به صورت وی آی پی اتاق تحویلشو میدادیم. صبح میومدن دیگه. بعد از حالا شما دوست داری اینجوری بهش فکر کنی اینجوری فکر کن ولی نظرم خوب بود. خلاصه میگم خوب بود. آره عالی بود. سوال بعدی یه دونه سوال بپرسم.
مثلا یه دونه جمله بخوای بگی که مثلا افراد عادی جذب مافیا بشن چی میخوای بگی؟ یه دونه جمله که افراد اگه میخواید پیشرفت شخصیتی داشته باشی باید مافیا بازی کنی. سوسماست دیگه. سوسماست یا هر چیزی دیگه. این گفتم الان از اون جمله محمود استفاده می‌کنیم. زیر گفت یادم مافیا تلخ نیست قهوه تلخ. نه آخه من باید چیزی بگم که گرایش پیدا کنن. اون چیزی محمود گفته یه جوری چیزه برای پادکست و فان بودن. آره آقا محمود خودش این کار است و جز اون پلیراییه که یه اسمش اینجا بود تو رتبه بندی درجه خوبی بهش میدادن. قربونت. شکرم. از خواهم به خدمت شما که یه آخرین سوال این بخشم ازت بپرسم. آره بعدش برنامه داریم اشکال نداره. نگران نباش. به نظرت اشتباه ترین کاری که توی مافیا کردی چی بود؟ یعنی اگه مثلا برمیگشتی اون کار اصلا عمرن نمی‌کردی. آخه اشتباه ترین کار من با جواب بدم این داره تفره میره ولی درس بوده دیگه. یعنی نمیتونم بگم انجام نمیدادم چون انجام دادنش باعث شد که یاد بگیرم. نه از این چیزا نه واقعا مثلا من اعتماد کردن به خیلی‌ها مثلا کاری بوده که دوست نباید انجام میدادم، اما خب در اون لحظه احساس کردم باید اعتماد کنم به این شخصیت و این آدم و این آدما، اما خب بعدش شوبشو خوردم دیگه قطعا که الان شده درس برام. ولی آره اگه بخوام جواب بدم اعتماد کردم. از اعتماد ضربه خورد. از اعتماد آخه مافیا همینه. تو مافیا هم به کناری بغل دستی نقشتو میگی لاوی میکنی اما بعد میبینی که اون مافیاسش کنساشو خوردی با یه اعتماد خیلی ساده الکی. بعد یاد میگیری که اعتماد نکنی. آره اعتماد کردن. ما اعتماد کردن به کی معلوم نیست. آره ولی خب کلا به بیننده‌های عزیز بگم به خصوص مهمونای آینده اگه میخوای اینجوری جواب بدید حالتون رو میگیرید. این اولین حالتون میگیرید. این اولین پادکست آزمون خطاست. منم اومدم حالا بچه‌ها آشنا میشن دفعه دیگه برنامه خیلی جذاب‌تر فان‌تر میاد. من که شوخی میکنم. نه یه منظوری که حالتون رو میگیری میگه چه دوتاش نمیاد. حالتون رو میگیری. نه با شوخی که پادکست نه آقای حاتفی شوخی میکنه. باحال اون داره توجیه میکنه شوخی میکنه ادامه میده. نه من حالشون رو میگیرم. 50-50 میشه. آره نورمال میشه. آره خیلی خوب یه بریک بگیریم. آره یه بریک بگیریم. بریم. آره خیلی خوب. حالا یه سری سوالای بچه‌ها پرسیدن و اینا خواهم ازت بپرسم. خیلی عالی در خدمتتون جانم. آره اول سوال ناشناس رو بپرسم یا سوال شناس رو بپرسم؟ ناشناس. هر خودتون مایلین شروع کنید. آره محمود جان محمود بفهم. آره عرضم بزرگ شما از سوالایی که بچه‌ها پرسیدن سینچین سجاد شجاع. آره از گفتن از آقای روینتن بپرس که نظر نسبت به آینده دنیا چیه؟ همچین سوالی از شما پرسیدن. آره میخواد بدونه دیگه، میخواد نظرت رو راجع به آینده دنیا که آینده خوبیه. آینده دنیا یکم ترامپ هم اگه باشه یکم ولی سخته راجع به آینده دنیا مثلا توضیح بده در این جایگاهی که مصنوعی خودش نمیتونه. آره ولی آینده دنیا اینجوری که داره میره احتمالاً ربات‌ها ما رو کنترل کنن دیگه. ما تو ماتریکسیم. آره ما تو ماتریکسیم. اوکی. سوال داری زمین تخت‌گرا یا زمین گرد؟ نه زمین قطعاً گرده. گرده؟ آره. مطمئنی؟ دیدم. خب بعد یه سوال دیگه آقای احسان فکر می‌کنم فرهدر یا فرهدر بود. محسن فرهدر. محسن فرهدر. محسن فرهدر گفته بودن که نیما جان چرا انقدر عشقی؟ قربون دلشم برم عزیز دلم. دیگه رفیقا لطف دارن دیگه. آره چیزی هم میبینم آینه وجودی خودشونن. آره بعد آقای بهمن فخیمی چی پرسیده بود؟ بهمن فخیمی عزیزم بهمن فخیمی پرسیدن که حال دلت چطوره؟ حال دلم خدا شکر خیلی خوبه. یعنی میگن خود این شاید یکم عارفانه باشه میگن خودشناسی درکی خودشناسیه. آره
خوشبختانه یه مدت به خودشناسی کامل رسیدم، حالا دلم خیلی خوبه. خودشناسی کامل که حالا نه مهم نیست، حتی یه قدمم در جهت خودشناسی خودش یه قدم. خودشناسی ولی چیز خوبیه خیلی. اگه بتونید یه پادکست در مورد این داستان بچه‌ها رو یه ذره به این سمت سوق بدین خیلی عالیه. ان شاءالله این کارم می‌کنیم. خب اینا سوالای این که به طور شناس. آره حالا یه سری سوال داریم ما به طور ناشناس از شما پرسیدیم. آره سوال ناشناس رو یه دونه سوال اول این که اینجا هست اینو من بپرسم، میگه چیزی هست که تو همیشه و بارها می‌خواستی که انجام بدی اما اون رو انجام نداده باشی تا حالا؟ یه باشگاه بازی فکری بزرگ. همیشه دوست داشتم یه چیزی مجموعی داشته باشم، مثلا تو شهر خودم حالا بس ارق و اینا اگه بخواد باشه که بچه‌های شیروان دغدغه سرگرمی نداشته باشن. یعنی کسی از خونش میزنه بیرون ساعت 5 بعد از ظهر بین شیرکوه پارک کوثر نمونه، بدون یه جایی هست که بیاد میتونه تایمشو قشنگ پر کنه و جای مفرحی باشه. بین شیرکوه و پارک کوثر یه جو دیگه دارن. کجا؟ اونجا رو دیگه من آمارشون ندارم آقای نسندیده، ولی خب دیگه من چیزی که میدونم بین این دو گزینه بچه اکثر میمونه. آره چیزی که دوست داشتم این مجموعه بازی فکریه، مجموعه بزرگ و یه تیم خیلی درست که ان شاءالله اگه بشه شاید هم احساس بشه به زودی. ان شاءالله. آره ما که خوشحال میشیم واقعا احساس بشه. هر کاری هم بتونیم انجام میدیم. آره. یه سوال دیگه که پرسیده بودن که حالا نمیدونم بچه‌ها تا مشکل شخصی داشتن بود گفتن چی میزنی کلا؟ چی میزنی کلا که چیزای خوب. آره مثلا چای سبز ببری راحت تری. چای سبز چیزای گیاهی، سعی می‌کنم با چیزای گیاهی استفاده کنم که خیلی راحتم. اساره و اینا. آره اساره که پوز میزنه بستگی داره، آخه بستگی به داستان داره، ولی خب چیزای خوب استفاده می‌کنم. اگه خواست این دوستمون میتونه پی وی پیام بده، من میتونم ارائهش کنم قشنگ. این شناس میشه، این از بچه‌هاست که اگه بیاد تو خط خیلی بچه خوبی میشه. هدایت کردیم بریم پی وی دیگه. آره دیگه بریم پی وی. دوست دارم ببینم چی میشه. آره ببینیم چی. سوالات ولی خیلی خوبه، فیلتر نداره، هر کی هر چی میپرسه درتون آره. یه سوال دیگه هم بود، بازم این سوالا یکم شخصیه و اینا، نمیدونم دوست داری جواب میتونی ندید کلا، ولی پرسیدن که توی رابطه هستی یا نه. بله. سوال ناشناس بوده یا سوال ناشناس؟ نه تو لینک ناشناس. خیر نه تو رابطه نیستم. اینم که این بود. یه دونه من سوال دیگه داری؟ نه تمومه. آره اگه تمومه من یه دونه جمله میگم اینو کاملش کن برای من که اشاره بریم برای بخش آخر. بفهم. اگه این جمله رو کاملش کن. خب آرزو دارم کسی رو داشتم که میتونستم با اون به هر جا که میخواستم سفر کنم. هر جا که میخواستم سفر کنم. بس. خب بریم برای بخش آخر. این جمله بریم بخش. I'm a zoom room I'm a zoom room I'm a zoom. خیلی خوب. رسیدیم بخشی که من که خیلی حال میکنم، بخش جنجالی و اینا، بخش حاشیه. آره حاشیه فکر میکنم همه حال میکنن. آره کسی نیست که حال نکنه باشه. آره بعد آره چیزشو توضیح بده، داستانشو خود توضیح بده که چجوری چیدیم و اینا. آره ما یه دونه اینجوری چیدیم که 3 تا سوال داریم. خب 3 تاشون هم حاشیه برانگیزن. خب اولی رو از شما میپرسیم، اگه جواب دادی که فبل مراد، جواب ندادی دومی سخت‌تر میشه اونو ازت میپرسیم. شما دومی رو که ما ازت میپرسیم شما دیگه نمیتونی اولی رو جواب بدی. اگه 3 تاشو جواب دادم جایزه داره؟ اگه 3 تا به اونش فکر نکردیم، ولی اگه بتونی حاشیه خوب ایجاد کنی آره. اگه خوب بتونی حاشیه ایجاد کنی آره. سوالو بفرمایید. سوال اول که می‌خواستیم بپرسیم اینه که لیگ فیک چیه تو شیروان؟ داستانش یا لیگ گیم فیک. نه داستان لیگ فیک چیه؟ داستان لیگ فیک که میگفتن لیگ فیک اون اول برگزار شده. آها متوجه شدم منظورت. آره والا ما یه تورنمنت گذاشتیم 3 سال پیش. جواب دادی دیگه. تو 4 دادیم. آره دیگه راحت کرد خودش. یه تورنمنت گذاشتیم، بعد بچهای فامیلی هم یه تورنمنت جداگونه گذاشتن. آره فامیلی و 4 دادیم 2 تا. آره 2 تا برند متفاوت مافیا شیروانه.
حالا این لیگ فیک عنوانش نبوده، نمیدونم این منظورتون همینی که من دارم میگم یا نه، ولی عنوانش این نبود واقعا کی بهتون آمار داده چی داده، چون یه چند نفر رو بچهای فامیلی برای اینکه تعداد به 60 نفر برسه گذاشته بودن تو دکا، انگار چیزی که من اطلاع از دور شنیدم، حالا درست یا غلطش رو خبر ندارم، که نکس میدادن مثلا از بچهای کافه اوجر که اینا فقط باشن که این دک مثلا به 10 نفر برسه، ظرفیت دک پر بشه و اینا. اگه منظورتون سوالتون این بود که لیگ فیک، به نظر منظورتون این باشه. نه منظور اصلی چرا بود که میگم فیک به شما میگفتن آره. فیک. میگفتن لیگ فیک. آره میگفتن لیگ شما لیگ فیک. چرا؟ خب من که نمیدونم که شما بگو چرا میگفتن. حتی پلیر اون که پلیرتون بعد چیز شده بود، نفر اولتون گفت که نفر اول، یعنی میگفتن نفر اول لیگ فیک. آره میگفتن این نفر اول لیگ فیک. من اینو نشینده بودم. ما شنیده بود، من و محمود شنیده بود. آره ما شنیده بود. شما مثلا جلو این جلوتر از آمار اطلاعات خبر دارید. چون لیگ فیک خب ما اصلا شروع کننده مافیا توی شیروان، جدا از کافه جواد، کافه بازی فیک که لطف کرده مافیا ران میکرد قبل ما، اولین ماسکو مثلا ما خریداری کردیم تو شیروان و اولین داستان‌ها رو ما اجرا کردیم تو شیروان. یعنی لیگ فیکی وجود نداشت. لیگ فیکی هم اگه باشه مال ما نبوده حداقل. درست. این خوب، این جمله آخر خوب بود. آره. این دوست داشتی حالا من یه سوال دیگه هم اضافه کنم، اگه دوست داشتی جواب بده، اگه دوست نداشتی هم جواب نده دیگه، ما تموم کنیم. به نظر کلا این دو قطبی بودنه و اینا که پیش اومد و یه تایمی خوبه برای مافیا یا اوایل خیلی خوب بود. 2 سال پیش خیلی دوستش داشتم این دو قطبی، واسه پیشرفت میشد. مثلا ما ماس میگرفتیم، اونا فلان میکردن، ما میرفتیم یه تورنمنت جذاب میذاشتیم، یه تورنمنت دیگه میذاشتن، ما رفتیم کافه زدیم، اونا پشت بند اومدن کافه زدن، یه کافه از کافه بهتر شد، هی سطح رفت بالاتر، سطح لول بچه‌ها، سطح بازی بچه‌ها. ولی الان که دارم بهش فکر میکنم اینم الان خیلی دیدگاهم عوض شده. مثلا این پادکست اگه 3 سال پیش الان سوال میکردین شاید جوابایی میدادم که دوست داشته باشیم بشنوین، ولی الان خب دیدم عوض شده، اصلا برام مهم نیست یه قطبی، 2 قطبی، 3 قطبی، اصلا 10 قطبی یا لیگ فیک، یا اصلا برام واقعا مهم نیست. چیزی که میمونه به نظرم خاطره و حال خوبه. الان این دیدگار دارم راجع به مافیا. خیلی هم عالی. آره. خیلی هم خوب. مرسی. سوال دوم که میخوام اونم جواب بدی. نپرسیدین چون اولی رو جواب دادی، معمولا دومی رو نمیگی، ولی اگه میخوای جواب بدی میخوای دومی رو بپرسم. بپرسیم. زمانی که شما کافه 14 جیمو داشتین، خب یه عده بودن که می اومدن اونجا و حساب داشتن، حساب دفتری داشتن. بله. آره. اون 3 نفری که بیشترین حسابو داشتن رو نام ببر. میخوای جواب بدی؟ اگه میخوای جواب بدی که ادامه بده. آره. خیلی شخصیه. خب بعد دیگه گفتم سخت‌تر میشه، شخصی‌تر. نه سخت نیست، خیلی برام راحته بخوام بگم، ولی خب دوست ندارم که چیزایی که مربوط به یه گروه و یه تیم و یه دفتر حسابی که یه حسابدار اونو مدیریت میکنه اون میکنه، یعنی مال خود مجموعه است، به بیرون نباید درس. پس جواب نمیدی؟ نه. سومی رو باید جواب بدی. مشکل نیست. دیگه دومی رو که اصلا نمیپرسیم که جواب بدی. آره سومی باید خود بدونی چیه، ولی خب حالا دیگه. آره بذار باشه رو برسیم. نه لازم نیست بپرسیم. آره. حالا اگه افهام ایجاد میشه که مثلا سومی چی بود، مشکلی نداره، برنامه دی دعوت می‌کنم. آره قشنگ باشه. چون منم یخم آب شده، الان میتونم ساعت‌ها بشم صحبت کنم. آره مشکل. بعد اگه حرفی، تشکری، هر چی می‌خوای. آره. الان گرم. آره. ممنونم از ما یه تیم 13 نفره بودیم روزی که مافیا رو شروع کردیم، از بچهای کافه دیدار، اون موقع آروین شیدایی، سعید ریحانی، احمد رنجبر، حسن ایزدی، همایون مهاجری و هیوا اسلامی، محمد بهرمند، محمد محمدی، جواد دستان و فراد روینتن، نه آقای حاتمی از فصل دوم ما فعالیت کرده. ممنونم از اونا که یه چیزی که هیچی نبود همه چی ساختیم ازش، یه بیزنس ران کردیم توی شیروان و تونستیم به درآمد برسیم ازش. یعنی من افتخار میکنم به این کاری که کردم و کردیم با هم دیگه تو مافیا شیروان، چون هیچی رو همه چی کردیم. بعدش ممنونم از آقای حاتمی که کافی کتابو در اختیار ما گذاشت به مدت 1 سال خورده، بعد از مازیار باقری و محمد شهربانی عزیزم که دلم براش خیلی تنگ شده. امیدوارم هر جاست موفق باشه. همینطور مازیار و در حال حاضرم از جواد، یعنی من قشنگ شیروان دور زدم دیگه. از همه‌شون ممنونم که باعث شدن که این فرهنگ جا بیفته و این مافیا زنده باشه تو شیروان. تشکر میکنم از تیم خوبی که همراه ما بودن
ما تونستیم این پادکست رو بالاخره تصویریش کنیم با این کوالیتی که به نظر من نسبتاً توی حالا هم شیروان هم استان به نظر من نسبتاً کار خوبیه. کانال ما رو حتما توی یوتیوب سابسکرایب کنید، ما رو توی اینستاگرام فالو کنید. کسایی که عاشق پادکستن فعلا توی تلگرام میتونن فایل صوتی ما رو دانلود کنن گوش بدن. حالا در آینده ما سایت هم میذاریم توی اپلیکیشن های به قول معروف پادکست و اینا، اونجا هم قرار میدیم. آره رسالت اصلی ما میگم ما با پادکست شروع کردیم، کلا رسالت اصلی ما پادکسته، ولی چون اصرار داشتن ویدیو دادیم و سعی کردیم تصویر کنیم. اعضای رویینتن هم که به عنوان مهمان اول ما پذیرفت که تو این برنامه باشه ممنون و متشکریم. اعضای رجب زاده هم که این مکان رو در اختیار ما قرار دادن خیلی ممنون و متشکریم. ان شاءالله اپیزود بعدی دوباره میبینیم. لایک، کامنت و شیر یادتون نره. فعلا خداحافظ. خداحافظ.